الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. حضرت انس رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که فرمودن ایمان کامل نداره هیچ یک از شما تا زمانی که اون چیزهایی رو که برای برادر خودش میپسنده برای خودش بپسنده. یعنی هر چی که برای خودش دوست داره اونو برای برادرش بپسنده. اگر دوست نداره که سر برای خودش کسی کلاه بذاره، گرون فروشی بکنه و بهش ظلم بکنه، پشت سرش غیبت بکنه، دروغ بگه، حق تلفی بکنه، برای برادر مسلمان هم این چنین کارهای رو در برای خودش جایز ندونه. از مناسب است که ما هر وقت میخوایم نسبت به کسی برخوردی بکنیم، حرفی بگیم، ظلمی بکنیم، یا خدا نکرده بیایم یک چیزی رو به کسی تقلبی در حق کسی بکنیم، گران فروشی بکنیم و غیبتی بکنیم، پشت سر کسی حرف بزنیم، این تصور رو بکنیم که خود ما دوست نداریم کسی نسبت به ما این کارها رو انجام بده. از امروز نیت بکنیم و تصمیم بگیریم که انشالله هر کاری رو که داریم نسبت به دیگران انجام بدیم تصوری بشه قبل از اون که آیا دوست داریم کسی با ما این کار رو بکنه یا نه. و آخر دعوانا الحمدلله.